دلت با خالق زمین و آسمان. برای الله بگو که تو میدانی که آنچه در موردم قضاوت میکنن دروغ میگویند. برای الله بگو آنچه که تو میدانی که در موردم میگویند دروغ میگویند. حرفشان صحت نداره، قضاوت بیجا میکنن، از روی جهالت حرف میزنن، از روی عقده و حسادت حرف میزنن، از روی کینه و بغض و دشمنی حرف میزنن، از روی بخیلی در موردم قضاوت میکنن. بگو با خالقی، به الله بگو که پروردگارا اگر دلتنگید از سختی هاست بگو یا الله سختی ها را تو برطرف کن. او قادر توان است سختی ها را برطرف میکن. اگر از ذکر و یادش اعراض کردی با الله بگو پروردگارا من آمدم حالا. ففروا الی الله، به سوی الله باز بگرد و فرار بکن به طرف الله تبارک و تعالی. و کن من الساجدین، سرت به سجده بزن. و میدانید که نزدیکترین لحظه بنده به خدا لحظه سجده است. واسجد واقترب، سجده کن به خدا نزدیک میشی. بس این آیت قرآنه. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث میفرمایند هیچ لحظه بنده مومن به خداوند نزدیکتر نمیشود از لحظه سجده. در سجده دعا کن.